سالهاست میگن امام حسین رو کار کردن فیلمنامه‌های مختلف. همیشه گفتم که امیدوارم که قراره که اگر فیلم امام حسین رو من بسازم، خدای نکرده بخواد به این شخصیت و به خانوادهش خدشه وارد بکنه، امیدوارم دست و پام بشکنه، هرگز نرم پشت دوربین و بگم صدا و دوربین بازیگر چی کار بکنه، چون جرأت میخواد. نه جرأت میشه راحت ساخت، بیا فی قصه بنویسی، قصه هم که نوشتم خوششون اومده، ولی چطور به خودش آدم اجازه بده که از این راه ارتزاق بکنه، از راه دیگه ارتزاق میکنه. من یادم وقتی آقای دکتر پور نجاتی میگفت چرا امام حسین رو نمیسازیم، نجاتی میترسم. گفت چی میترسی؟ گفت من امروز اون افتادم و مردم، امام حسین رو ساختم، چشم باز کردم امام حسین و خانواده‌اش و اهل بیت وایسادن. میگم آقا بخشید شما کی هستی؟ اونا میگن شما کی هستی؟ میگم من رسول مولا قلی پورم، فیلم ساز. میگم مرد سال میرفتید مجنون تو میساختید، با خانواده من چیکار داشتی؟ واقعا آدم فکر میکنه میبینه که سر این یه پیاله قیمه چه دعوایی میشه. ارمنیش، مسیحیش، یهودیش، همه ادیانش میان برای این یه پیاله قیمه تبرک کنن ببرن و با تمام وجودشون اعتقاد دارن. درست. یه پیاله قیمه رو نگیریم از مردم، اجازه بدیم اینا اعتقاد داشته باش.